حلالم کن. افه رفته بیرون، اصلا نمیتونه اینجا وایسه. بله دیگه، قراره تو بازی برای انتخاب تیم مدرسه شرکت کنه. مراد جان که برنده نشه چی؟ اون هنوز خیلی کوچیکه، اگه قبولش نکنه چی؟ الان میرم باش حرف میزنم. اگه وارد مسابقه میشی باید باختو هم در نظر بگیری. یکم خشن شده، ببخشید. بالاخره یه راه پیدا میکنیم. هاکان شوکت داره میره به طرف دروازه، از حریفش میگذره و به طرف دروازه. گل! بودو ببینم گل زنه بزرگ. خیلی هیجان زدم. میدونم، منم برای انتخاب تیم مدرسه شرکت کرده بودم. خب انتخاب شدی؟ نه، نتونستم. چی؟ بریم. من باید تو اون بازی موفق می شدم. بعدش خجالت نکشیدی؟ من انتخاب نشم دیگه نمیرم مدرسه. اون وقت نمیتونی تو بازی‌های بعدی هم شرکت کنی. تو این کار هم برد هست هم باخت. ببین، اگه برندشی باید تلاش کنی بازیکن بهتری بشی. باختم یه نوع امتحانه، بردم همینطور. ولی اگه بازم ببازم چی؟ اگه همش ببازم چی؟ اون وقت باید فکر کنی ببینی حتما خیلی تو این کاره. خب باشه، بریم. ای پاس بده. بزن این طرف. میگم پاس بده به من. زود باش. زود باش برو جلو. پاس بده دیگه، خیلی معطل میکنی. زود باش دیگه، بده به من. ای کوچولو پاس بده. این طرف بیا. به من پاس بده. میگم به من پاس بده. بدو سریع. زود باش. پاس بده دیگه. زود باش. سریع‌تر بدو. کجا میری؟ منو قبول نکردن. مراد قبول نکردن. گفتن قدت خیلی کوچه. گفتن قدت که بلندتر شد بیا. بچه‌های دیگه هم همشون بهم خندیدن. دفعه دیگه قبولت میکنن افه جون. نمیشه، من دیگه نمیام اینجا. همشون بهم خندیدن. خب تو هم تا سال دیگه بزرگتر میشی. من دیگه فوتبال بازی نمی کنم. افه گوش کن چی میگم. افه قبولم نکردن. همشون مسخره‌ام کردن. عزیزم دیگه گریه نکن. حتما مصلحت تو این کاره افه. اینجور موقع باید فکر کنی که خدا اینطور خواسته. یعنی چی؟ مثلا شاید قراره تو تیم بهتری بازی کنی. شاید امسال باید بیشتر به درسات برسی. اما مرادت هم تو خیلی از کارا قبول نکردن. خب برای همین دوست شد. این چه حرفیه پسرم؟ خیلی زشته. بذار به عمو مراد بگم بیاد خودش برات تعریف کنه. همش مسخره‌ام کرده. همش. مراد همین شنال
اول دبستان هم کلاسم بود. صحبت خیلی وقت پیشه پسرم. گذشت زمان که باعث نمیشه من خطاهامو فراموش کنم مادر. مگه چی کار کردی؟ امین بچه موفقی بود، همیشه شاگرد اول بود، مثل من که تنبل نبود. چه میدونم بهش خیلی حسودی میشد. امین فقط یه نقطه ضعف داشت، قدش خیلی کوتاه بود. امسال شاگردی که بین تمامی کلاس ها رتبه اول رو کسب کرده بهتون معرفی میکنم. امین شنول. بهش تبریک میگیم و به جایگاه دعوتش میکنیم. ساکت شین. چه خبره؟ این کار کیه؟ بسته؟ بسته. ساکت شین. ساکت شین. ساکت شین بی تربیت ها. تو خیلی بدی. افه. آره بدم، خیلی بدم. خب میدونی بعدش چی شد پسرم؟ دیگه نیومد مدرسه. مدیر رفت با مادرش صحبت کرد ولی نشد. هیچ کس نتونست رازیش کنه دوباره برگرده مدرسه. آردا مراقب باش. من پسرت نیستم. یواش. حالت خوبه پسرم؟ من چیزیم نمیشه. من قویم، خیلی قوی. خونتون کجاست؟ مادر پدرت کجان؟ مادر ندارم، مرده. پدرم هم مرده. پسرم کمک کنی. چه اتفاقی افتاده؟ زود باشیم ببریمش اونجا. باشه. چی شد؟ چطوره؟ جای نگرانی نیست. پدر مادرش مردن. نمیدونم کیه، حتی نمیدونم به کی خبر بدم. به من یه شماره داد، الان زنگ میزنم. میخوای برو پیشش که تنها نمونه؟ باشه.
امین آردا با تو چرخه خورد زمین، یه آقای بغلش کرده با خودش برد. چی؟ کجا بردش؟ آردا نمیتونی مراقب یه بچه باشی؟ ولی تو هم داشته یکم تند میرفتی آردا. یکم عصبانی بودم برای همین. این چه حرفیه؟ یعنی هر وقت ناراحتی باید بزنی یه جا تو داغون کنی؟ من کسی رو ندارم. اگه پدر داشتم. ببین آردا جون، آدرس و تلفنمو بهت میدم، هر وقت حوصله‌ات سر رفت به من زنگ بزن باشه؟ پسرم پدر بزرگ. پسرم چه شده؟ بابات کاریت کرده؟ اگه کار اون باشه که آردا به من گفت پدرش زنده نیست. زنده است. دخترم مرده ولی اون زنده است. نوامو خیلی اذیت میکنه. کاریت که نکرده نه؟ کسی کارش نکرده آقا، من اونجا بودم. از دوچرخه افتاد زمین، منم آوردمش بیمارستان. خودت بگو دیگه. خودم نوامو میبرم. میگم میخواین صبر کنیم پدرش هم بیاد. آردا پسرم. آردا پسرم. بچه تو رو نمیخواد. یعنی چی که نمیخواد؟ من پدرشم. آردا پسرم. آردا پسرم. مروه من چی کار کردم؟ نمیتونم اجازه بدم بلایی که سر دخترم اومده سر اونم بیاد. با من میاد. میخوای بگی نمیتونم در حقش پدری کنم؟ تو ترسویی، بیکاری، اعتماد به نفست صفره، سواد نداری، نمیتونی مراقب بچه باشی. پسرت امروز تو کوچه افتاده زمین، تو پیشش بودی؟ اگه پیشش بودی میتونستی مثل این آقا بغلش کنی بیاریش بیمارستان؟ آردا با من میاد. دعوا نکنید. اشکالی نداره من، اشکالی نداره. فکر کردی داری چی کار میکنی؟ فکر کردی بچم بی صاحبه؟ یک عوضی چرا نپرسیدی پدرش کجاست ها؟ امین من از کجا میشناسی؟ من مراد یلنیز. تو؟ اون روز کدوم روز؟ اونو که اون کاغذ پشت چسبون من بودم. من دستت انداخته بودم، کار من بود. میخوای بازم مسخرم کنی ها؟ میخوای تحقیرم کنی؟ میخوای چی کار کنی؟ میخوای بازم به من بخندی؟ چی میخوای عوضی؟ امین اومده بودم ازت طلب حلالیت کنم، اومدم بگم منو ببخش، اومدم کاری کنم که حلالم کنی. اون روزا دیگه نمیتونستم تو روی مردم نگاه کنم، نمیتونستم دیگه بیام مدرسه. اگه آدم موفقی بودم پسرم به من احترام میذاشت، از من خجالت نمیکشید. تو رو حلال نمی کنم. گم شو برو دیگه هم سراغم نیا. کارا نصفه موند آقا احمد، ولی چه کنیم؟ حلالمون کن. حلال کردم. خداحافظ. خسته نباشید. آقا احمد بفرمایید. میخواستم راجع به این مسئله باهاتون صحبت کنم. بفرمایید، گوشم با شماست. ببینی این وضع مالیم خیلی بده، میشه یه کاری بهم بدین؟ امکان نداره. آخه برای چی؟ خواهش میکنم آقا احمد، وضعمون خیلی بده، خصوصا من. باور کنین برای زنی که تنهایی امرار معاش میکنه. باور میکنم سانو خانم، چرا باور نکنم؟ باور کنین منم دارم سعی میکنم برای آقا مراد هر کاری که از دستم برمیاد. یعنی چی؟ کاری که از دستت برمیاد اینه؟ به خاطر شما پریشون شدیم، بیچاره شدیم، با زندگیمون بازی کردیم، بدبختمون کردین، حالا اومدین میگین سانو که خانم ببینین، دیگه از بازسازی منصرف شدم. دیگه مطمئنا یه راهی براش پیدا میکنم. یعنی چی؟ میخوام نونوایی رو با آقا مراد پس بدم. دست درد نکنه ما ملک.
من اشتباه بزرگی مرتکب شدم. یه اشتباه خیلی بزرگ. پسرم، امینو پیدا کردی؟ باش صحبت کردی؟ یه بار دیگه باید صحبت کنی، نشد بازم صحبت میکنی. بالاخره خدا یه راهی نشونت میده. بعد از اتفاقات امروز باعث شدم پسرشم از دستش بگیرم. دیگه چجوری میتونم تو روش نگاه کنم؟ چجوری ازش حلالیت بطلبم؟ انشالله خیره. مژدگونی بده. چه مژده‌ای دخترم؟ امروز رفتم نونوایی. برای چی رفتی؟ گفتم حالا که میخوان اونجا کار کنن شاید احمد آقا به منم یه کاری بده. یعنی رفتی از اون یارو کار طلب کردی؟ خب میخواستی چی کار کنم؟ زندگیم داره به سختی میگذره مراد. باشه برو، هر کاری میکنی بکن. ولی میخواد نونوایی رو بهت پس بده. چی؟ به خدا قسم میخواد نونوایی رو بهت پس بده. قسم نخور، من اون نونوایی رو نمیخوام. مراد پسرم کجا؟ راستش اوستا ابراهیم دیگه تصمیممو گرفتم، میخوام نونوایی رو پس بدم. آقا احمد، اوستا ابراهیم. مراد پسرم مشکلی پیش اومده؟ آقا احمد داشتن میگفتن میخوان نونوایی رو بهت پس بدن. منم بابت همین مسئله اومدم به احمد آقا بگم که نمیخوام. ولی آقا مراد، من متوجه اشتباهم شدم؟ منم متوجه شدم. شایدم اصلا از اولش هیچی حقم نبود. کار شما درست بود، حق تو گرفتی. مراد تو حالت خوب نیست، بذار یه وقت که آرومتر بودی صحبت کنیم. ببینین آقا احمد فردا کلیدا رو تحویل میدی. اوستا ابراهیم نمیخوام. عذر میخوام. اگه نمیخواین کار تازه‌ای رو شروع کنین کلیدا رو به اوستا ابراهیم تحویل بدین. اون خودش به مغازه رسیدگی میکنه. باشه؟ ولی امین خواهش میکنم نجاتم بده اینجا بلم نکن. امین برگرد. امین نرو. امین نجاتم بده. امین نجاتم بده. نمیتونم، موفق نمیشم. هیچ کسی حرفمو باور نمیکنه، حتی افه. مراد چی کار میکنی پسرم؟ مراد موفق نمیشم مادر، موفق نمیشم. آدم بدی هستم، نونوایی رو از دست دادم، نفرم از دست دادم. باعث شدم کسی که ازش حلالیت میخواستم پسرشم از دست بده. آخه من به چه دردی میخورم؟ هیچی، فقط هیچی. فکر میکردی چطوریه مراد؟ فکر کردی همه چی به آسونی حل میشه و بدون اینکه دچار مشکلی بشی هر کی که سراغش میری به همین راحتی حلالت میکنه؟ فکر کردی میتونی مسیر زندگیشونو که با ورودت ناخواسته اونو تغییر دادی عوضش کنی؟ فکر میکردی اینطوری میشه؟ درسته، کارای خیلی بدی انجام دادی، بدیهای بزرگ، ولی تو توبه کردی. فکر کردی راه توبه آسونه؟ نه. پس باید دوباره بری سراغ امینو سعی کنی اشتباهات گذشته و جدید تو جبران کنی.
در مورد نونواییم هر تصمیمی بگیری بهت احترام میذارم، ولی نباید اینو به عنوان یه باخت یا سخت‌تر شدن امتحان تلقی کنی. باید اینو یه فرصت جدید بدونی. متوجه شدی مراد؟ متوجه شدم. بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. دنبال همین شنول میگردم، کجا میتونم پیداش کنم؟ امین همینطوریش هم خیلی نمیاد بین مردم. میگن پدر زنش پسرش رو گرفته، بیچاره دیگه حسابی میره تو لاک خودش. چی میخوای؟ میخوام به حرفام گوش کنی. راحتم بذار. امین گوش کن، میدونم خطا کردم ولی میخوام جبران کنم. جبرانی نداره. اگه پسر تو برگردونم چی؟ ما رفیق بودیم مگه نه امین؟ باید دوباره یه راهی واسه رفیق شدنمون پیدا کنیم. انشالله اگه خدا بخواد میخوام کمکت کنم. دلت به حالم میسوزه؟ تویی که باید دلت به حال من بسوزه. بدون اگه من به تو کمک کنم به خودم هم کمک کردم. تنها بی پولم، چیزی نمونده، هر چی دارم از دست بدم. وارد راهی شدم، اگه دستمو نگیری ممکنه هر لحظه تو این راه بمونم. در حقیقت این منم که از تو کمک میخوام. میخوای با هم بریم دنبال آردا؟ بعدش با این سگ قورپیکر روبرو شدم. دهنشو به چه گندگی وا کرده بود. دندونای به این بزرگی داشت. دوستم افتاده بود رو زمین. سگ میخواست بهش حمله کنه ولی من فوراً پریدم و اونو از دست سگ نجات دادم. من و سگ با هم میجنگیدیم و تو این فاصله دوستم فرار کرد. منم با سگ میجنگیدم. من نترسیدی؟ نه من اصلا نترسیدم. تازه واسه چی باید بترسم؟ من که از اون قوی ترم. آردا. اون دیگه کیه؟ اون قد بلنده بابامه. اون بغل دستشو من دوستشه دیگه. آردا بیا اینجا پسرم. برای چی اومدی اینجا؟ من نمیخوام باهات بیام. من تنها تو میذارم. پسرم من خیلی دوست دارم. چه کاری ازم خواستی که انجام ندادم؟ بگو چی کار کنم؟ میخوای اسباب کشی کنیم بریم یه محل دیگه؟ یه خونه و کار جدید پیدا میکنم. اگه بخوای میفرستمت اون کلاس بسکتبالی که دوست داری. باشه؟ از اونجا هم بریم چیزی عوض نمیشه. یعنی چی؟ همه مسخرت میکنن، همه بهت میخندن، منم ازت خجالت میکشم. همه باباها بزرگن ولی تو اصلا شبیه باباهای دیگه نیستی. تو شبیه بچه هایی. چی میشه مثل اونا باشی ولی نیستی. تو پدر. امین میدونی داری چی کار میکنی؟ متوجه کارات هستی؟ اون منو زد. من نمیخوام برم پیشش. پدر بزرگ منو تنها نذار. ببینید آقا لطفا گوش کنین. نمیتونین اونو از پدرش جدا کنین. اجازه بدین مشکلاتشون رو خودشون حل کنن. آردا هنوز بچه است. من راه حل این مشکل رو میدونم. حضانت بچه رو از دادگاه میگیرم. ثابت میکنم که این مرد نمیتونه به بچهش رسیدگی کنه. اون توانایی رسیدگی به این بچه رو نداره. فوراً از این مرد شکایت میکنم. این حق داره مگه نه؟ پدر بچه است، نمیتونن اون ازش بگیرن. در واقع به این راحتی هم نیست آقا مراد. بهم بگو چی کار کنم آقای وکیل. آقا امین میدونین شکایت های کمی مبهمه. در درجه اول گفتن نتونستین مرگ خانمتون رو بپذیرین و برای همینم دچار افسردگی شدین. آیا این ادعای درستیه؟ اگه نه میتونین روانشناس قانع کنین؟ دیگه مسئله دوم وضع مالیتونه. ادعا کردن نمیتونین برای پسرتون آینده خوبی تامین کنین. چی گفتن؟ آخرین مسئله اینه که شما با خشونت با پسرتون رفتار میکنین. دروغه. ولی این مسئله مهمترین مورد پرونده است. یعنی گزارش پسرتون باید شما رو بخواد آقا امین. باید بگه که میخواد پیش شما بمونه. اگه بتونیم این کار راضیش کنین بقیه مسائل حل میشه. راضیش میکنیم.
اصلا نگران نباش، پسرتو پس میگیریم. خب حالا چیکار کنیم؟ نمیدونم. دیدی که چی گفت؟ تا آردا نخواد هیچ کاری نمیشه کرد. امین، ما هنوز خیلی کار داریم، اینقدر ناامید نباش. چی کار میتونم بکنم؟ از کجا پول درارم؟ با هم بیا. مراد نکنه دستم انداختی؟ دلمون به حالت سوخت و بهت کار دادیم، حالا اومدی و میگی واسه دوستت هم کار میخوای؟ آخه این که نمیشه. آقا احمد بعدا براتون توضیح میدم، فعلا با هم کنار بیا. فکر کنم به اونم احتیاج داشته باشی. ببین این دفعه باهات کنار میام، ولی اگه یه بار دیگه پیش بیاد دیگه قبول نمیکنم. نمیتونم استخدامش کنم، آخه این که نمیشه. چرا نمیشه؟ از خدا بترس اوستا. مشکل پیش میاد مراد، یه وقت شاید یه کاری از دستش بر نیاد، اون وقت من این وسط بده میشم. زود باشین امین. همه برین سر کارتون. امین کجا؟ مراد اصرار نکن، اینجا به درد من نمیخوره. یعنی من به درد هیچ کاری نمیخورم. یادت تو مدرسه چقدر بهم خندیدی؟ اصلا یادم نمیره. دیگه نمیتونم همچین چیزی رو تحمل کنم. امین، تو وقتی به خودت اهمیت بدی بقیه هم بهت اهمیت میدن. اول باید خودتو باور داشته باشی، بعدا پسرت باورت میکنه. بفرمایید اینم برای شما. ممنون استاد. بفرمایید. ممنون برادر. بگیر عزیزم، دستت درد نکنه. خدا قوت. بفرمایید. ممنون برادر. اینم برای شما. ممنون استاد. بفرمایید. خسته نباشی. تو هم بگی. ممنون. خدا قوت بچه‌ها. دستتون درد نکنه، امروز خوب کار کردی. راستی اگه یکی از شما سواد خوندن و نوشتن داره، شرکت یه نفر واسه شمارش اجناس انبار میخواد. کسی رو نداریم به اونجا رسیدگی کنه. مراد تو میری اونجا کار کنی؟ باشه. ولی ریاضیات امین از من بهتره، البته اگه اون بخواد. نمیدونم، یعنی از پسش برمیاد. پسر سر کلاس ریاضی همش از رو دست تو می نوشتیم. شاگرد اول مدرسه بودی، یعنی نمیتونی دوتا چیزو با هم حساب کتاب کنی؟ خب باشه میرم. خوبه. ببینم این گفته باشم اگه از پس این کار برنیای کارت ازت میگیرم. نگران نباش اوستا، اگه از پسش برنیاد کار قبول نمیکنه. خب پس مبارکه. ممنون. خداحافظ. خداحافظ. چطوری؟ خوبم، احساس خوبی دارم. شبم میتونی به کار ادامه بدی؟ البته که ادامه میدم. اگه از قبل از اینکه کار شروع بشه بیای پیشم، برات چایم دم میکنم. قبوله.
خسته ای؟ آره خستم، ولی خستگیم از کار کردن نیست. نور به قبرش بباره. اشتباه من بود، کاملا اشتباه من بود. همیشه اون حس تأخیر عجیب. نمیتونستم کار کنم. زنم هم دنبال کار بود. یه مدتم که گذشت بیشتر تحقیر شدم. هرچی بیشتر تحقیر میشدم بیشتر پرخاشگر میشدم. امین با هم چه قراری گذاشته بودیم؟ حوا دیدی که طرف چه جوری نگاه میکرد؟ مسخره بازی در نیار امین. اون خودش گفت واسه استخدام بیای پیشش. تازه وقتی گفت بیای میدونست چه جوری هستی. آخ اگه تحصیل ادامه داده بودم مدیر اون یارو میشدم. ای عباسی، میخواستی درستو ادامه بدی؟ چطور میتونی همچین چیزی بگی؟ انگار نمیدونی چه بلاهایی سرم اومده. همش همین حرفا رو میزنی امین، دیگه بسه. جدی؟ یعنی من مقصرم؟ باشه پس من رفتم. امین کجا میری؟ وایستا. امین با تو هم. امین حبا پاشو. حبا کمک کنین حبا پاشو. نتونستم بلندش کنم، زورم نرسید. تمام اینو تقصیر منه. نه نگو. حبا حق داشت، در اصل تقصیر من بود. اگه من قوی بودم و نمیذاشتم تو رود زیاد بشه همه چی طور دیگه ای میشد. ولی این مسئله گناه منو کمتر نمیکنه. نه نمیکنه. کمرم داغون شد. خب همش یه جا نمی آوردی رفیق؟ تو دخالت نکن، زورم میرسید که آوردم. ولی کمرت درد گرفت. به تو ربطی نداره، به کارت برس. ببینم هنوز هیچی نشده، از راه رسیدی میخوای بهمون گیر بدی؟ تمام این کارتونایی رو که اینجاست تو آوردی؟ اگه بخوام دوباره شمارش کنم و اونا رو صورت جلسه کنم باید دستمزد یه هفته تو بذاری اینجا و بری. اما اگه از این لحظه به بعد درست حسابی کارتونا رو ببری اوضاع فرق میکنه. خیلی خب بابا،